مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه خبر داد که صبح 15 فوریه تخمین ساعت 09:35 دقیقه راننده افت تمغه اوپل وکترا رقم قید دولتیش 0977 HA08 سیاروف فتح‌الدین سال تولدش 1985 زاده و استقامت کننده نویه نورآباد جماعت خمدان دهه شیروزی هنگام حرکت به کوچه نصرت الله مقسوم از سمت کوچه سینا به سمت کوچه باباجان غفوروف پایتخت با سبب بلند بودن سرعت حرکت از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده در روبروی مغازه گلدسته پیادهگرد محمد و صبرنیسا سال تولدش 1967 استقامت کننده شهر دوشنبه کارمند مؤسسه استفاده بری راههای نویه سینا را که راه را توسط گذرگاه تنظیم نشونده راه پیادهگرد عبور می پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد زن 55 ساله جراحت وزن جسمانی برداشته بعد به بیمارخانه دسترس نمودن به هلاکت رسیده است. وابسته به اولت کار نسبت راننده سیاروف فتح‌الدین طبق طلبات ماده 212 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز و در حبس پیشکی قرار دارد. همزمان مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شب 15 فوریه تخمینا ساعت 03:30 دقیقه راننده افت تمغه اوپل زفیره رحمت الله عبدالرشید سال تولدش 1970 ساکن نویه باباجان غفوروف هنگام حرکت در راه نقلیاتگرد نویه ذکر گردیده از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به کنار راست راه برآمده چپ شده است. در نتیجه خود راننده رحمت الله جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. یک روز پیش مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که صبح 14 فوریه سال 2022 تخمین ساعت 06:50 دقیقه راننده افت تمغه دولان ایوبوف دلشاد میرزا کریموویچ سال تولدش 1980 ساکن نویه دوشتیج هنگام حرکت از سمت شهر وحدت به سمت نویه یووان از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده است. در نتیجه ماشین بارکش چپه شده است. بر اثر این صدمه خود راننده ایوبوف جراحت گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راههای این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده 1218 نفر جراحت جسمانی برداشتند. سرعت بلند حرکت و رعایت نکردن قاعده های حرکت در راه همچنین راهها و ماشین های فرسوده از علت های عمده صدمه ها از جمله صدمه های مرگاور در راههای تاجیکستان نام برده می شود.